و در مورد نمازهای قضا هم میشه نماز قضا را هر موقع خوند، هر چه زودتر بهتر، اما هر موقع نمازی که بدون اختیار انسان قضا شد هر وقت میتونه بخونه، چه شب چه عصر. حتی اوقاتی را که نماز ممنوعه، میدونیم بعضی از اوقات هست که نماز ممنوعه، مثلا درست وقت طلوع آفتاب، این موقع وقت خورشید پرستانه، ما ممنوعیم در این مورد در این وقت نماز بخونیم، یا نماز مستحبی، یا در وقت غروب آفتاب، یا در وقت زوال آفتاب. پیامبر فرموده که بعد از نماز فجر کسی که نماز خوند تا طلوع آفتاب کسی حق نماز نداره، نماز مستحب نخونه. و همچنین بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب و وقت زوال آفتاب، این 5 دقیقه قبل از اذان. ولی نمازهای قضا رو میشه حتی در این وقت هم خون. این نماز قضا چون برای که اون دینه، وامه و آدم وام هر موقع ادا کنه خوبه. بله، قبلا از اینکه ما اینقدر نادان و بیخرد هستیم و شما عذر نه، این حرفا چیه؟ این دلیل دانایی شماست، دلیل محبت شماست، دلیل اینه که شما میخواد دینتون رو بدونید. این نادانی نیست اصلا. و بعد این سوال ها به در دیگران میخوره. اگر شما نبودید ما همچنان در جهل و تاریکی خود باقی میماندیم. خب بنده که هستم، چطور هزاران نفر هنوز میلیون ها نفر هنوز در اون جهل و تاریکی هستن؟ نه، این لطف خداونده. ولی خوبیش اینه که یکی با اشاره بیدار میشه، یکی با یک منظر تلویزیونی، یکی از همین آقایان 2 سال با ما بود، 2 سال برنامه بنده رو گوش میکرد. الان نمیخوام اسمشو بگیرم، همین برنامه اومدم طردش کردم، بیادبی کرد. البته 2 سال کامل یک کلمه هم تغییر نکرد. یکی از همین حزبای سیاسی یک کلمه هم این بس اون دلیل آمادگی شماست، دلیل لطف خداوند شماست. یکی رو من دیدم، یه یوگسلاوی مسلمان شده بود. گفتم چطور شده مسلمان شدی؟ گفت والا یه مردم دیدم طواف حج میکردن، این یه فیلمی رو، یعنی این جلب توجه من کرد، رفتم تحقیق کردم مسلمان شد با یک فیلم. اینطوریه، تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد. و این از این. ایمیل بعدی، چرا مورد صیغه را که علما عمل نیک میدانند و بعضا آن را با حج برابر میدانند، چرا به عنوان بانیان دین از خانواده خود شروع نمی کنند؟ مگه ثواب نداره؟ سوال خوبیه، والا سوال خوبیه، اما بلکه اونا خود میدونن مکارند. آقا بانیان این اندیشه ها میدونند که این بازی ها را کردن، بعد شیطان یواشاش فریبشون میده. به عنوان مثال، انسان اولین بار که دروغ میگه یه خود ناراحته، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بعدم چهارم براش عادی میشه، توجیه میکنه خودشو، بلکه شیطان فریبش میده. والا شما یک مرجع دیدید که دخترشو به متعه بده، به صیغه بده، اما بر نکاح میده، به ازدواج میده؟ چرا؟ برای کار زشتیه. اخیراً تعصب‌ها را به بیمارستان‌ها نیز سرازیر کردند. من باب مثال، برای هر بیمار بستری شده اول پرونده را دایر میکنن و میپرسن شیعه سنی اینو چگونه تفسیر میکنی؟ برای که کارشو یکسره کنن. آخه مریض، شما را به خدا نگاه کنید، در این کشورهایی که ما در غرب آن هستیم سوال کردن از دین ممنوعه. حتی اگر جای سوال بکنن، مثلا بیمارستان جایش، برای که بخوان شما خوراک حلال میخواید یا نه. اینا را مقایسه کنید با اینکه شما تو بیمارستان برید اونجا و از سوال کنید دینت چیه، مذهبت چیه. میدونید چندین نفر من سراغ دارم که مردم در مناطق سنی نشین میترسند برن بیمارستان ها، بخاطر اینکه نیست و نابودشون کنن.
ولی عبدالستار خاشی امام جمعه خاش بود، امام جمعه اهل سنت. و این مشکل کوچکی دستش رفت بیمارستان، مرداش برگشت. یعنی دوران ساسانی الان دقیقاً داره تکرار میشه. دوران صفوی بدتر از ساسانی تازه. اخیرا نسخه‌ای از برگه‌های سلسله الصحاب که در واقع نسل و نوادگان حضرت محمد را تشریح می‌کند در مساجد اهل سنت نصب شده که چون با کنجکاوی شیعه‌ها خصوصا در مناطق مرزی روبرو شده و جای تحقیق و شک داشته به وسیله اطلاعات جمع‌آوری شده. لازم بذکر این نسخه حق چاپ نیز داشته و تاییدیه فرهنگ هم داشته، چون موجب رنجش و برملا شدن حقیقت بوده و به خوبی نشان داده که عمر داماد علی بوده و فرزندانش نیز یکی عمر بوده. خب این چیزها رو برمی‌دارن، این چیزها رو نمیذارن. نفر وسط طیب قدیمی پزشک بسیجی فاسق و با وجود دادگاه انقلاب بیجار تیر خلاصان زندانیان سیاسی کردستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، رئیس خانه فساد دانشجویی در شهرک بهاران سنندج همراه دو جاش همدست. ایران پرس نیوز. فساد اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان. زن شوهرداری برای افتادگی سینه و بیماری خود به مطب دکتر طیب قدیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان که یک بسیجی موتورسوار موجی است مراجعه می‌کند. این پزشک بی‌سواد که از سهمیه‌های بسیجی مدرک قلابی گرفته قصد دست درازی به این خانم را می‌کند، لیکن آن خانم ضمن فحاشی به وسیله محکمی به گوش دکتر قدیمی فاسد می‌زند و باعث می‌شود بیماران اتاق انتظار همگی مطب را ترک کنند. یک رسوایی دیگر برای کارگزاران رژیم اسلامی در دانشگاه‌ها. دکتر طیب قدیمی رئیس علوم پزشکی کردستان با دستیاری دکتر کهن متخصص بیهوشی و دکتر مهدی طیبی آراسته معاون آموزشی از سال 1385 در شهرک بهاران سنندج خانه‌ای تحت پوشش واحد فرهنگی حراست دانشگاه اجاره نموده و دختران بیپناه دانشجو را در ازای نمره مورد تجاوز قرار دادند. به به. تا این گناهان ریشش تو حوزه، برای که پچ میکنند که سیغه میخوندن تمام شد. آقا اینا بازی با دین نیست چیه؟ از این واضح تر. و در این مدت 3 نفر دانشجو دختر به نامهای کریمی و بهشتی و کرباسی که حامله شده بودند از ترس خانوادهشان خودکشی کردند. در هفته گذشته یکی دیگر از دانشجویان پزشکی به نام مالین اردلان که دست به خودکشی زده بود در بیمارستان توحید از مرگ نجات یافته و این خانه فساد را لو داده است. پدر دختر موضوع را به دادگستری کشانیده و دادگستری خامنه‌ای و دکتر کهن و دکتر طیبی فراری شده و حراست دانشگاه در حال ماستمالی جریان است. ولی خوشبختانه جریان در دادگستری سنندج پخش شده است و افکار عمومی مردم سنندج را از فساد دکتر قدیمی رئیس بسیجی دانشگاه قبلا هم دارای پرونده اخلاقی در مطب خود بوده متأثر شده و شیشه های خانه فساد را شکستند. اما چون دکتر قدیمی هم کلاسی وزیر بهداشت بوده مورد حمایت می باشد. بله، آقای خامنه‌ای باید خجالت بکشه که بگه من تمدن شیعی درست میکنم. این تمدنی که شما درست کردید. سلام آقای دکتر. دیروز که به شبکه سلام نگاه کردم آقای قزوینی در مورد شما حرف زدن. گفتن در مناظره، من خیلی متشکرم که اینا رو میفرستید چون من نمیرسم اینا رو نگاه بکنم. بنویسید بفرستید و ولی سعی کنید که دقیق باشه. در مناظره گفتن در مناظره خیلی توهین و فحش دادن. دروغ محضه. مناظره هستش، برید نگاهش کنید. تو سایت ولی عصر خودشون هم هست، برید نگاهش کنید. برید گوشش بدین حداقل، چون تلفنی بود. من یک فحش میدم عجیبه. با ناسزا گفتن. در ضمن هم علمای اهل تسنن خیلی به شما حرف زدن و گفتن که شما آبروی ما رو بردید. دروغ محض. دروغ محض. یک بیچاره رو پیدا کردن
اونم با فشار اطلاعات دو سال بعدش اومد یه مناظره باشون کرد. وقتی من بهش هجوم کردم و احساس تکلیف کردم، یعنی که برادرم اگه می بود همین کار رو میکردم و الا من با ایشون هیچ مشکل شخصی نداشتم، هم در همون حوزه تدریس میکردیم با هم، در حوزه که برادرم درست کرده در زاهدان. و 2 سال بعدش تونستم یک کلمه از دهن ایشون در بیارن. یه خورده بدگویی کرده بود، یه خورده افترا زده بود، خدا هدایتش کنه ببخشدش. لیکن بیارن هر علمای اهل سنت که اینا میگن دروغ که آسونه، که اگه آخوند رافضی دروغ نگه خوابش نمیبره. آقا بنده شکر خدا نه الان از 3 ساله که رو تلویزیون ها اومدم، قبلا هم یه نفر بگه شما، یه نفر بیاد ثابت کنه بگه شما یک دروغ گفتید. یه دروغ فقط خدا نکرده. چرا آخه؟ چه نیازی به دروغ هست؟ ما مردم از دروغی باز می‌داریم. لا حول ولا قوة الا بالله.